بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهران بزرگوار، امید که خوب و صحتمند باشید. خاصتا به خدمت ملت شریف و نجیب و بزرگوار تاجیکستان عرض سلام و ادب دارم. دوستان گرامی، در این چند روز بعضی از ویدیوهای از شهر باختر تاجیکستان نشر میشه که در یکی از میادین نمادی را جور میکنه حکومت تاجیکستان و تمامش کرده البته و جورش کرده و آمادهش ساخته که من در کنار ویدیو تصاویری از آن را و بخشهایی از آن را به خدمت شما عزیزان و گرامیان نشر میکنم، خودتان ببینید. این نمادی که شما میبینید، به این نماد میگویند فروهر و این یکی از نمادهای معروف و مشهور در نزد زرتشتیانه، در نزد مجوسیانه و مانندی که صلیب برای نصارا و برای مسیحیان همانطور مقدسه، این فروهر هم برای زرتشتیان همچنان مقدسه و محترمه و بلکه مانندی که نصرانی ها صلیب را به گردنشان آویزان میکنن، اکثر زرتشتیان را که ببینید این فروهر به گردنشان همچنان آویزانه، چرا که نماد مهمی در دینشان هست. حالا این در تاجیکستان چی میکنه؟ ببینید دوستان عزیز، سالهایی است که حکومت تاجیکستان به سرکردگی رحمانوف اسلام ستیزی میکنه، خیلی واضح و آشکار. یعنی با حج این ستیزه داره، با حجاب این ستیزه داره، با نماز جوانان این ستیزه داره و الی آخر، یعنی ستیزه هایش معروفه. خصوصا در این صحبت هایی که در این اواخر کرد، یعنی صحبت های سالانه ای که داره که چند قبل صحبت کرد و من هم به صحبتش پرداختم و توضیح دادم. اگر یادتان باشه در ضمن صحبت خود این اسلام ستیز طاغوت گفت که چرا اینقدر مسجد میسازید؟ ناراحت بود از ساختن مسجد. ما باید نمیدانم آنچه که آبا و اجداد ما بوده و به اون برگردیم و نمیفهم نوروز و نمادهای ملی و فلان و امثالش. حالا این نماد زرتشتیت را هم به عنوان نماد ملی جور کرده و من متعجبم بر این که بیش از 90% در تاجیکستان مسلمانن و این نمادهای زرتشتی توسط زرتشتیان ساخته نمیشه، بلکه در وسط یک میدان توسط حکومتی که بر این ملت 90% مسلمان داره حکومت میکنه. این واقعا خیلی خطرناکه. یعنی ملت تاجیکستان اینقدر مظلومن که بر سرشان این را بالای سرشان قرار میدن. تا در تصاویر من دیدم که مردم رفت آمد میکنن به طور بسیار عادی، در حالی که این نماد مهم زرتشتیت بالای سرشانه، در حالی که این ملت زرتشتی نیست، مجوسی نیست، بلکه ملت مسلمانه. ولی این طاغوت تاجیکستان رحمانوف از آنجایی که با اسلام مشکل داره و با اسلام زاویه داره، با مقدسات اسلامی می جنگه، اما ترویج فرهنگ زرتشتیت میکنه در بین مسلمانان و در بین ملت شریف و عزیز تاجیکستان. این یک امری است که کاملا واضح و آشکاره. حتی شما دیدید که به اصطلاح خودش یک قانون تشکیل داده که اینها را بزرگ نمایی بکنن، اینها را بسازن. حالا این نماد زرتشتیان از پول کی ساخته شده؟ از پول همین ملت مظلوم و مسلمان. چی ساختن؟ نماد بزرگ مذهبی زرتشتیان را. گرچه میگن که این نماد کهن سرزمین فارس، همه اینها بهانه است. حقیقتش اینه که این نماد بزرگی در دین زرتشتیته و حتی بعضن از زرتشتیانی که در داخل تاجیکستان آزادانه فعالیت میکنن و کسی برایشان کار نداره، اما با مسلمانان کار دارن، اونها را به زندان میاندازن، اذیتشان میکنن، در حالی که بیش از 90% مسلمانه. این زرتشتیان رفتن پیش این سرود خواندن، احترامش کردن. چرا؟ چون نماد دینشانه، نماد بزرگی از دینشانه. مانند اینه که شما در وسط شهر دوشنبه یک صلیب را بالا کنید. خب چی میگید؟ چی فرق است بین صلیبی که در دین نصرانیت و این فروهری که در
دین زرتشتیت یا دین مجوسه. و از همه بدتر و از همه واقعا دردناکتر اینه دوستان عزیز که این از پول ملتی که بیچاره است، ملتی که جوانانش و زنانش در کشورهای مختلف مهاجرن، به دنبال لقمه نان میگردند، این ملت گرسنه نگه داشته میشه، قانونی ساخته میشه تا این که نمادهای زرتشتیت را در بین مسلمان ها اینطور ترویج کنن، آن را در میدان بزرگی بیان قرار بدن و مسلمانان تماشا بکنن. به به. از کدام پول ساخته میشه؟ از پول همین ملت بیچاره‌ای که نان خوردنش رو نداره و مشکلات عدید و مشکلات عجیبی داره، دست و پنجه نرم میکنه. چرا؟ چون جناب رحمانوف اسلام ستیزه و میخواهد ترویج زرتشتیت بکنه. چرا؟ چون از جانب زرتشتیت تهدیدی بر حکومتش نیست، اما از جانب مسلمانان تهدیدی بر حکومتش است. مسلمان آزاده است و در برابر هر دیکتاتوری ایستاد میشه، اما زرتشتیت نه. شما مثلا تاریخ اینها را مطالعه بکنید، تاریخ مثلا ساسانیان را ببینید که سلسله ساسانیان چی جنایاتی را که بر اون ملت و بر اون مردم نکرده بودن، اونها را واقعا به بردگی گرفته بودن. اما از آنجایی که دین زرتشتیت بود کسی برایشان کاری نداشت. حکومت خود بکنید، ما برده شما هستیم، شما حکومت خود بکنید. چرا رحمانوف تلاش داره که زرتشتیت زنده بکنه؟ چون مردم را همینطور جور میکنه. شما بادار ما هستید، شما حکومت خود بکنید، حالا نظام طبقاتی در آنجا وجود داره، هیچ مشکل نداره. اما مسلمان نه، مسلمان این را نمیپذیره. مسلمان برده و بنده یک ذات الله هست سبحانه و تعالی و بس. بردگی هیچ دیکتاتوری را نمیکنه. اینها را آزار میده و اینها را میآزاره و اذیتشان میکنه، ناراحت میشن. و به هر حال حالا یک دیکتاتور حق داره که ناراحت بشه، اما ملت مسلمان باید جهاتشان را و جهتشان را باید کاملا متمایز بسازن. از پول شما دارن این خبیث ها اینطور نمادهای زرتشتیان و مجوسیان را در بینتان میسازن. و خطابم به این علمای مانند نمیدانم مولوی فلان و دام الله فلان و دام الله علان و که شما سر و صدا و جیغ و دادتان گرفته و چاپلوسی و کفشپاکی میکنید برای رحمانوف، نمیدانم رهبر فلان ما و نمیدانم فلان و علان ما و این پیشوای ملت ما این کارها رو میکنه، شما چرا چیزی برایش نمیگید؟ چرا یکی از شما بر نمیخیزه نمیگه که این کار یعنی چی؟ چرا داره یعنی زرتشتیت و مجوسیت را در بین جوانان و در بین ملت به نامهای مختلف داره ترویج میده و با اسلام و با مسجد مشکل داره و خیلی صریح مشکل داره؟ حتی نام مسجد گرفته بشه، نام حجاب گرفته بشه، رحمانوف مو در بدنش سیخ میشه از بس که حقد و کینه نسبت به اسلام و مسلمین و مسجد و قرآن و اینها داره. اما خودش از پول و از بودجه ملت بیچاره میزنه و چنین چیزهایی را میسازه، نماد زرتشتیت را در بین ملتی که بیش از 90% مسلمانه. واقعا جای تعجبه. و شما علمای سو و علمایی که در برابر این جنایات و در برابر این اسلام ستیزی ها سکوت میکنید، روزی شما را این ملت در محکمه خواهند کشید. روزی که این ملت بیدار بشه، روزی که این ملت خواسته باشه که در برابر جنایتکاران و دیکتاتوران و کسانی که از جیب ملت زدن، از کیسه ملت زدن، از سفره ملت زدن و خوردن و به شکمشان کردن و فرزندانشان بهترین زندگی ها را برای خودشان به ارمغان آوردند، در اون زمان همچنان که ملت با اینها تصفیه حساب میکنه، با شما چاپلوس ها و با شما کفشپاکه ها هم تصفیه حساب خواهند کرد. و اگر در این دنیا تصفیه حساب با شما نشه، در آخرت با شما تصفیه حساب میشه، چون شما کتمان حق میکنید، بلکه در کنار ظالم میستید و در کنار دیکتاتور و اسلام ستیز میستید و از اسلام ستیزی او به نام دین نعوذ بالله دفاع میکنید. خودتان را آماده کنید. و واقعا ملت بزرگوار تاجیکستان
برای آینده خود فکر کنید، برای آینده فرزندان خود فکر کنید. حتی شماهایی که در بیرون از تاجیکستان هستید، یعنی تا به کی میخواهید در بیرون تاجیکستان سرگردان باشید و این سرزمینتان به دست این دیکتاتورها و اسلام ستیزان باشه و آینده فرزندان و آینده اقوام خود در چی میبینید؟ کدام روشنی احساس میکنید؟ جز یک تعداد محدودی که در رأس قدرتن و جز چاپلوس ها و کفش پاک هایی که از کنار این حکومت میخورند و چاق میشوند و دروغ میگویند و تزویر میکنند و خلاف واقع به خورد مردم میدهند و به خورد ملت میدهند. و شمایی که در داخل تاجیکستان هستید چطور تحمل میکنید که از پول شما در سرزمین شما که بیش از 90% مسلمانه نمادهای مجوسیت و زرتشتیت ساخته میشه و شما از زیر آن راحت میگذرید و هیچ اصلا انگار نه انگار که در اینجا اتفاقی افتاده. الله المستعان. دوستان عزیز و گرامی، میبایست که هوشیار بود و بیدار بود و متوجه بود این حرکات مشبوه و این حرکات خطرناک و اسلام ستیزانه را باید در نطفه خفه‌اش کرد. در حفظ و پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.